ساجده میرزا، شب که ماه ارغوانی بود. رمان در قرائت دلشاد رحمت الله. در سفر هیچ چیزی مرا به اندازه فرودگاه‌های پرجمعیت و چهره‌های هیجان زده مسافران افسرده نمی‌کنند. شاید به نظرم نماید، اما این مکان گویا آلوده به ویروسی نامعلوم است که از فرد به فرد می‌گذرد و همه را به مریضی هراسانی مبتلا می‌کند، حتی آنهایی را که خود را آرام وانمود می‌کنند. در این قلمرو همه مسافران، چی ثروتمند و چی فقیر، در یک ردیفند. برنامه سفر را مسافر می‌ریزد، اما تا به هواپیما می‌رسد یا نه در اختیار خودش نیست. من یکی از همان استرابی هایم که از زمان پا گذاشتن به قلمرو فرودگاه و تا به زمین رسیدن چرخ هواپیما افسردگی میگیرم. ساعتها از اکران مسیر پرواز چشم نمی بردارم و همراه با هواپیما قطعه به قطعه پرواز میکنم. شب قبل از پرواز، بخصوص اگر پرواز سحر زود باشد، خوابم نمی برد. بارها جمدانم را تگرو میکنم که مبادا چیزی مهمی را جا نگذارم. شناسنامه‌ام را از کیف به جیب کاستیوم میگذارم و بعد آن را دوباره در کیفم میجویم و نمیابم. به نظرم آدم بی‌ثبات نیستم و در طول عمر نچندان زیاد آنقدر تجربه اندوختم که آن را میتوان به طور مساوی به هر سال 28 سال زندگیم تقسیم کرد. اما نزدیک شدن ساعت پرواز و تصویر فرودگاه پرجمعیت مرا به اضطراب می‌آورند. دیشب هم نخوابیدم، اما قریب سحر از قضا خوابم برد. از همون غنب‌هایی که تن و ذهن انسان را شبیه سایه سنگین پخش می‌کند. می‌شنیدم که تلفنم زنگ می‌خورد، اما نمی‌توانستم چشم باز کنم. سرانجام بیدار شدم و از گوشی صدای خشم‌آلود راننده تاکسی را شنیدم که می‌گفت 1 ساعت باز مرا در کوچه انتظار است. اگر راننده زنگ نمی‌زد، احتمال در خواب می‌ماندم و از این سفر 14 سال به تأخیر افتاده که برایش سالها جرأت جمع کردم، با یک آهی سبک منصرف می‌شدم. اما اکنون دم به درون زده، با راننده ناراضی که روی چنبر ماشین خم زده با خود غرغر می‌کند و با بریدن راه خودروهای دیگر می‌خواهد مرا زودتر تا فرودگاه رساند، شاهراهای بزرگ را عبور می‌کنم. با وجود صبح زود، فرودگاه مالامال یک جمعیت سرگردان بود. مسافران شبیه خفته‌های خوابگرد با چشمان بی‌مضمون و شیشه‌ای اطراف را لمس می‌کردند و غیر اختیار به یکدیگر برخورده به عذر و معذرت راهشان را ادامه می‌دادند. برخی روی ترازو خم شده جامدان برمی‌کشیدند و از خدا می‌خواستند که بارشان از طلبات هواپیما زیاد نباشد. بعضی دیگر در گوشه‌های تالار در صندلی‌ها دراز کشیده خواب نیمکاره خود را کامل می‌کردند. بعضی مسافران که شاید خرید هدیه سفر را با امید دکان‌های ارزان فرودگاه موقف گذاشته بودند، اکنون از شکاف پنجره‌های بسته مغازه‌های دیوتی فری با حسرت به شیشه‌های عطر و شراب و قوطی‌های براق چشم می‌دوختند. کودک خامخواب به ایست چیراس می‌زد و چند طفل دیگر را که در بغل مادرهایشان خواب بودند بیدار کرد. تالار بزرگ از صدای گریه لبریز شد. از یگانه دکان باز تالار فرودگاه بوی خوش قهوه اصیل به اطراف پهن می‌شد و دماغ مسافران نیمه خواب را خارش می‌داد. ناگاه خمار سیگارم گرفت، اما صف طولانی مسافران عازم استانبول را دیدم و خیال سیگار روشن در ذهنم خاموش شد. در این قطار که تعداد جامدان و بارخلطه‌هایش از شمار مسافران بیشتر است، من نفر آخرینم. از 4 غفره ارائه کارت پرواز تنها 2 تا فعال است و صف طولانی اینگار از جای تکان نمیخورد. تا پرواز 1 ساعت مانده است و با این حال امکان دارد تا هواپیما نرسم. از ذهنم گذشت که از چنین اتفاق چندان ناراحت نمی شدم. اما همان طور که گفتم، در این قلمرو هر تصمیمی می تواند در یک لحظه دیگر شود. خادم با صدای بلند اعلان کرد که مسافران بیبار می توانند به غفره پهلویی گذرند. صف طولانی حرکت کاهلانه نشان داد، اما کسی از آن بیرون نشد. یگانه به اصطلاح زاغی سفید من بودم که بجز یک کیف مسافرت و نوتبوک بار دیگری نداشتم و در پس منظر نگاه‌های حسودانه مسافران خسته و عصبانی به غفره خالی گذشتم.
дар он миз зани миёнасоле рӯи компютер хам шуда ба ҷавони зоҳиран коромӯз, ки гӯнаҳояш аз хиҷолат сурх буданд, сахтгирона дарси кор бо мусофиронро таълим медод. зан маро диду қоматашро рост кард ва бо ишораи сар ба ҷавон амр дод, ки дарси азбаркардаро дар амал нишон диҳад. ҷавони коромӯз, ки акнун сурхии гӯнаҳояш ба тамоми чеҳрааш пахш мешуд, шиносномаи маро беҷуръатона ба даст гирифт. зан ба маъзури «ку бубинам чӣ ҳунар дорӣ» дастҳояшро зери бағал карда ҳаракатҳои коромӯзро зери назар мегирифт. ҳаяҷони коромӯз аз мардумаки гушоди чашмаш маълум мешуд, ки дар рӯшноии экрани компютер боз ҳам бузургтар менамуд. ба ёди устоди риёзиёти мадрасаи Тоҷикистон афтодам, ки ҳар бор бидуни омодагӣ ба дарс ҳозир мешудем, амр медод, ки дастҳоямонро рӯи миз гузорем ва забонашро аз шавқи муҷозоти мо зери дандон мекарду дастҳои моро бераҳмона бо хаткаш мезад. ёдаш ба хайр, ман аз ӯ ҳисобу китобро омӯхтам, ки дертар борҳо ба дардам хӯрд. тарс аз устод буд ё ҷавони коромӯз воқеан дарсро хуб азбар карда буд, ки пас аз лаҳзае шиносномаи маро бо корти парвоз баргардонд. ман ҳам бо истифода аз ин фурсат ба берун давидам, то охирин сигори пеш аз парвозро рӯшан кунам. саранҷом пас аз расидани мусофирони дермонда тамбашавӣ дар роҳравҳои борики ҳавопаймо ва кушодаву баста шудани рахти бағоҷҳо ҳама ба сандалиҳо нишастанд ва ҳавопаймо коҳилона то хати парвоз расиду якбора ба пеш давид ва бо ҳамон шаст аз замин канда шуд. ба чапу рост тоб хӯрд, болои шаҳр чарх зад ва ниҳоят ба баландии зарурӣ расиду танашро ба синаи сафеди абрҳои ғулӣ молида ором гирифт. баробари рӯшан шудани чароғаки сабз, ки ҳаракат дар долони ҳавопайморо иҷозат медод, мусофирон шабаҳи варзишгарони интизори ҳуштаки довар ба суръати ҳамзамон ва бо саду садо аз камарбандҳои амниятӣ раҳо шуданд. бархе аз онҳо, ки шояд дар гирудори вуруд ба ҳавопаймо натавонистанд дастшӯӣ бираванд ё шояд мисли ман ҳаяҷон доштанд, ҳоло дар зери бори ахмҳои гирифтаи ҳампаҳлӯяшон, ки бо нороҳатӣ аз ҷой баланд мешуданд, калавида ба ҳоҷатхона шитофтанд. бархи дигар ба рахти бағоҷҳо часпиданд. ҳамсояи ман дар сандалии дунафарӣ, зани лоғараки миёнсол, ки бо яқаи сафед ва ҷемпири сиёҳ шабаҳи мубаллиғи калисои католикӣ буд, аз дигарон ақиб намонд ва бо ҳадафи берун овардани борхалтааш аз ҷой бархост. дари рахтро боз карду дасташ ба ҷомадон нарасид ва илтиҷоомез рӯ ба ман овард. писарам, кӯмак мекунӣ ҷомадонамро берун биёрам? шитобзада будам, дорӯям дар ҷомадон мондааст, гуфт ӯ ба забони тоҷикии лаҳҷадор. аз чашмонат шинохтам, ки тоҷик ҳастӣ, ё хато кардам? бо лабханди зӯракӣ ба ӯ аломат додам, ки иштибоҳ накардааст. ҷомадони ҳамсояам мисли худаш хурду реза буд. борашро ба ӯ супурдам ва ноутбукро бо худ гирифтам. аз дилам гузашт, ки агар дусе мусофири дигар ба кофтукови бағоҷҳояшон бипардозанд, роёнаи ман ҳатман осеб мебинад. охир ман дар ин дастгоҳ аксҳои бароям пурарзише дорам, ки марҳилаҳои зиндагии пурмоҷарои маро бозгӯ мекунанд. ман ин аксҳоро ҳамчун дипломи муҳимтарин донишгоҳи зиндагӣ ҳифз мекунам. ҳамсояи ман мисли аксари ҳамсолонаш, ки дороҳояшонро ба осонӣ намеёбанд, хеле ҷумбуҷул кард ва ниҳоят як халтаи пластикиро берун оварду занҷири ҷомадонро баст. бубахш, ки туро азият мекунам, писарам. илтимос, ҳамин ҷомадонро гашта ба ҷояш гузор. хоҳиши ӯро иҷро кардам ва бе он ки ба сипосҳояш қобили ташаккур нест бигӯям, худро ба сандалӣ партофтаму сар ба шишаи сарди панҷара гузоштам. дар ҳавопаймо ман ҳамеша сандалии пеши панҷараро интихоб мекунам. мехоҳам касе азиятам накунад. дар ин фазои баста эҳсоси амният надорам. хаёлам, ки ҷумбуҷули мусофирон ҳавопайморо бештар такон медиҳад. ёд надорам ин тарс кай ва дар куҷо ба ман сироят кард. шояд дар бачагӣ, замоне ки бори аввал ба чархофалак нишастаму камарбандро набастам ва дар баландӣ 10 метр аз сандалӣ ба фарш ғеҷидам. ё шояд дертар, замони наврасӣ, ки бо чархбол ба ноҳияи кӯҳистонӣ рафтам ва он қадар такон хӯрдаму қай кардам, ки ингор рӯдаҳоям аз ҳалқам берун омаданд. солҳои ахир дар сафарҳои кориву хусусӣ то ҷое имкон дорад ба қатор тарҷеҳ медиҳам, аммо дар масофаҳои дуртар маҷбурам аз ҳавопаймо истифода кунам.
از اضطراب خود و چهره آرام مهماندارهای هواپیما که از من جوانترند و حتما زندگی را نکمتر از من دوست می‌دارند شرمم می‌آید، اما کاریش نمی‌شود کرد. خلای بزرگی زیر هواپیما و این حالت که هیچ چیز در بلندی هزارها کیلومتر به من وابسته نیست نگرانم می‌کند. قندی نانوایی می‌خوری؟ زن آهسته کتفم را تکان داد. بگیر، دل به حضوری را رفع می‌کند. حد زدم که هیجان مرا احساس کرده است. نخواستم مراعاتش را رد کنم. یک دانه قند را برداشتم و تشکر کرده خواستم دوباره سر به پنجره گذارم. تاجیکستان میروی؟ تاجیکستان میروم. به دوشنبه. خوشحال شد که بالاخره یک جمله را از دهان من بیرون کشید. من یک شب در دوشنبه میمونم. فردایش به قرغان تپه میروم. به زادگاهم. او این کلمات را صادقانه و با عشق به زبان آورد، مثل آدمی که به آرزوی درینش دست می‌یابد. گمان کردم شما فنلاندی هستید. گویا همین سخن را منتظر بود که خوشحال شد و به من نزدیکتر نشست تا غورش محرک هواپیما صدایش را پخش نکند. من ختلانیم، فنلاندی نیستم، گفت او با خنده. ریشه هایم آلمانی اند، اما خودم در وادی وخش تولد شدم. ما از آلمانی های وادی وخشیم. گذشتگانم از نزدیکی های رودخانه والگا به تاجیکستان به درگاه شدند. من پس از 3 سال در آنجا به دنیا آمدم. به فنلاند سالها بعد کوچیدم. در گذشته صحنه های در قطار یا هواپیما به یک بیگانه راحت و بدون تردید داستان زندگی خود را تعریف کردن مسافران مرا شگفت زده میکرد، اما بعدها عادت کردم. احتمال انسان‌ها برای درد دل کردن به یک مخاطب بی‌منت نیاز دارند. چه کسی میتواند بهتر از یک مسافر بیگانه باشد که به داستان زندگی شما بدون حکم و سرزنش گوش می‌دهد و برابر خارج شدن از قطار یا هواپیما آن را بلافاصله از یاد میبرد. همسایه من هم داستان زندگیش را در 2 جمله ختم کرد و سوال‌آمیز به من چشم دوخت. تو از کجا آمده ای و در سرزمینی سرد مثل فنلاند چی میجویی؟ او چشمانش را نیمپوش و لبانش را غنچه کرد، گویا شعر میخواند. از پی زندگی رفتم. پاسخ فشرده من او را قناعتمند نکرد، اما سیر بوی نداد. ناخودآگاه به داغی بندیده استم که در هوای سرد با پیراهن آستین دراز پنهانش میکنم، اما در گرما علاج ندارم. خیره شد. راست میگویی. زندگی گاه ما را غیر اختیار به جاده های ناهموار و قلمروهای هدایت میکند که در خواب شبمان ندیده ایم. چند ساله ای؟ همین بهار به 28 قدم گذاشتم. او با حسادتی که پنهان کردنش دشوار بود گفت و یک آهی مشتاقانه کشید. جوانی دوران فوق‌العاده است، مثل که جوشن تیرناگذر در تن داری، به همه سختی ها مقاومت میکنی. یادم هست زمستان تگ یک پیراهن از لوله آب پشت خانه ستیل آب میکشاندم. مریض هم نمیشدم. تنها دختر خانه بودم، دستیار مادر. 10 فرسخ راه را پیاده تا بازار مرکز ناحیه طی میکردم و با خلطه های پربار برمیگشتم. احساس خستگی نداشتم. تا سحر خوابم نمی برد. عاشق هم بودم. دفتر خاطره می نوشتم. یادش بخیر. روزگاری عجیبه بود. او خیلی سکوت کرد. دارو یادم رفت، گفت او ناگهان با صدای بلند. خیال کردم که کیفش را در فرودگاه جا گذاشته است. پسرم، همان تگمه بالای سرت را پخش کن تا مهماندار برایم آب بیارد. من آب دارم. هنوز بازش نکردم. تازه است. او دارو را با یک جرعه آب نوشید و میخواست بطری پلاستیکی را برگرداند، اما خندید و آن را به خلطه صندلی گذاشت. میدانم که جوانها از پیاله نورزده سالمندان آب نمی نوشند. هر دو معنیدارانه خندیدیم. از دلم گذشت که حرفش درست است. من حتی از پیاله مادر بزرگم آب نمی نوشیدم. اما در خنده او حزن احساس می شد. احتمال از جوانی که به بازگشت رفته است یا از مرحله نوی زندگی که تا حال با او خون نگرفته است. میخواست به این صحبت که خاطره هایش را تازه میکرد ادامه دهد، ولی مهماندار پرواز غذا پیشنهاد کرد و ما میزها را پایین آوردیم. صرف غذا را در هواپیما خوش ندارم، نه برای طعم و تنوع.
در طول پرواز این تنها زمان است که مسافران به خیال می شوند و گویا از طربخانه 5 ستارگی برایشان غذا آوردند که قوطی ها را با میل تمام خالی می کنند. به خیال مسافران به من آرامش می بخشد. از قوطی غذاها تنها آب را برداشتم و باقی را به همسایه دادم. پسر، خیال کردی من اژدهایم اینقدر غذا را چگونه بخورم؟ تا سیر شدم بخورید، باقی مانده‌اش را برمیگردانیم. تو چرا چیزی نمیخوری؟ اشتها ندارم. او کارد و چنگک را با احتیاط از جبه بیرون آورد و مانند یک جراح که به عملیات آمادگی میگیرد آنها را طولانی با دستمال تر پاک کرد و با لبخند خیال‌آمیزی که در صورتش می نشست داستانش را ادامه داد. در بخش یک کمپری همسایه داشتیم. یادش بخیر، با نبیرش دوست بودم. پرخوری مرا میدید و عصبانی میشد. میگفت دختر باید به اندازه لاله گوشش غذا بخورد. خانه دوستم همیشه پر از غذاهای خوشمزه بود. ما زندگی خاکسارانه داشتیم. پدر و مادرم شب و روز در ساختمان زحمت میکشیدند، اما مثل همه آلمانی های تعبید شده انسان های نوع دو بودند و حکومت شوروی به آنها نیمی معاش مردم محلی را میداد. جوان بودم، بسیار چیزها را نمیفهمیدم. همسایه من واقعا گرسنه بود یا امروز در هواپیما غذای خوشمزه پیشنهاد میشد که او تمام کاسه های پلاستیکی را تازه کرد و آب باقی مانده بطری را هم نوشید. باور میکنی از دیروز آب به دهان نبرده بودم. همیشه در هیجان سفر بودم. نمیدونی پرواز بین استانبول و دوشنبه چقدر طول میکشد؟ در بلیت 4 ساعت نوشتند. زودتر میرسیدیم. سالها باز وادی وحش را ندیدم. احتمال تغییر کرده است. میخواهم جوهای جوانی و بی‌پروایی هایم را زودتر ببینم. در طول 1 ساعت پرواز همسایم بار هم درباره زندگی بیرون از تاجیکستان حرف نزد، ولی هر بار که دوران گذشته را به یاد می آورد چهرهش روشن می شد. شبیه آدمی بود که با خاطرات گذشته زندگی می کند. قصه هایش علاقمندیم را به داستان زندگی او بیشتر می کردند. انتظار شدم که مهماندار بشقاب ها را بردارد. چرا از تاجیکستان رفتید؟ او سر به صندلی گذاشت، گویا دلیل رفتنش را به یاد می آورد که چشمانش را پوشید. شوروی سقوط کرد و هر نفر که ریشه آلمانی داشت رو به آلمان آورد. من هم بعد مردن پدر و مادرم برای ماندن در وحش دیگر انگیزه نداشتم. برابر دیگران به آلمان مهاجرت کردم، اما ای کاش نمی رفتم. شاید روزی سختی به سرم آمده را تجربه نمی کردم. من در آلمان پسر 25 سالم را در یک صدمه از دست دادم. دیگر نتوانستم در آن سرزمین بمانم. دلم از غصه آتش می گرفت. به فنلاند کوچ بستیم، به یک نقطه سرد اروپا. نگفتم که همسرم فنلاندی بود؟ از پدرش خانه خوب به میراث برد و ما به آن کشور کوچیدیم. اما مرگ یگانه فرزندم دنیای مرا زیر و رو کرد. خوشحالی همیشگیم باد شد و رفت. با همسرم نیز دیگر زندگی با تراوت نداشتیم. مثل دو بیگانه در زیر یک سقف بودیم. 1 سال پیش او را هم به خاک سپردم و کاملا تنها شدم. خیال میکردم که هیچ کس به اندازه من در غم پسرم نمی سوزد. اما ببین که من زنده‌ام. ولی شوهرم که گویا با این فاجعه کنار آمده بود درونکی سوخت و خاموش شد. وقتهای اخیر خیلی به پدر و مادرم فکر میکنم. میگویم در آن دنیا پسر مرا دیده باشند. او همان طوری که یک کار افتاده از فالبین مدد میجوست با امید به من چشم دوخت. ندانستم چی بگویم. به اختیار کتف در هم کشیدم. سالها قبل مرا خمار زادگاه هم گرفت و از آلمان به وحش برگشتم. برای چند روز گوری فرو رفته و در زیر خس و خار مانده پدر و مادرم را بعد جستجوی دور و دراز با کمک نگهبان پیر پیدا کردم. خیلی گریستم. با آنها قول دادم که برمیگردم و روی گورشان سنگ میگذارم، اما آن قول از یادم رفت. نمیدونم اکنون قبر آنها را میافته باشم. او خجالت‌آمیز سر خم کرد. احتمال قبری پر از خس و خار والدانش دوباره پیش نظرش آمد که آه کشید و نگاهش را از من گریزاند. من از او چشم نمیکندم و بر تصادف‌های زندگی میاندیشیدم که در اصل هیچگاه تصادفی نیستند. این را ببین که در فراز هزارها کیلومتر از سطح زمین در یک هواپیما
تصادفاً با یک نفر آشنا می شوم که سرنوشتش با سرنوشتم مانندی های دارد و صراحت او مرا وادار می کند که به داستان زندگی خود بیاندیشم و با حقیقت روبرو شوم که سالها باز در ناخودآگاهی ذهنم با من در جدل است. همسایه‌ام دوباره به صندلی تکیه زد و چشمانش را پوشید. شاید خاطرات تلخ نیرویش را بلعید و او را خسته کرد یا احتمال به زندگی گذشته عمیق‌تر فرو رفت. به صورت لاغر و دستانی مثل دست‌های یک نورس کوچکی او با دلسوزی نگاه میکنم و خود میاندیشم که اگر روز من هم به تردید داستان زندگیم را در قطار یا هواپیما به یک مسافر بیگانه میگفتم، از کجا شروع میکردم؟ داستان من آنقدر پرماجرا و پیچیده است که در 3 جمله ختم نمی شود. باید تمام آنچه را که در این 14 سال تجربه کردم نقطه به نقطه بگویم. شنونده های عزیز، ادامه را در قسمت دیگر خواهید شنید.